سلام دوستای عزیز و چینل دوستان خوش آمدین. امید همتان صحتمند باشید. امروز میخوایم درباره یک شخصیت بسیار محبوب و همچنان شخصیتی که واقعیت در اکثریت کشورهای اسلامی و فراتر از کشورهای اسلامی در بین مردم جایگاه خود را پیدا نموده و مردم از طریق تلویزیون با وی آشنایی بیشتر دارد. میخوایم معلومات بتون و همچنان در مورد مصاحبهش که با یک تلویزیون انجام داده در مورد کشور ما افغانستان و شما معلومات ارائه نماییم. بارک اوزچیویتی متولد سال 1984 می باشد که در استانبول ترکیه و دنیا آمده که مردم او را به نام عثمان خان میشناسد که در سریال عثمان نقش را ایفا نموده. عثمان یکی از کسانی هستند که در رشته عکاسی تحصیل نموده است و از جمله مدلینگ بسیار مشهور کشور ترکیه می باشد. وی در سال 2003 به حیث بهترین مدلینگ سال معرفی شد در کشور ترکیه. بعدا در سال 2005 به حیث بهترین مدل دنیا معرفی گردید. بعدا در سالهای 2013 به بعد بارک اوزچیویت در فیلم ها ظاهر شد و واقعیت فیلم هایی که وی داره به عشق سیاه و عثمان چکاوک و دیگه سریال ها واقعیت بسیار پیش رفت و همچنان از محبوبیت خاصی برخوردار گردید. وی در سال 2017 با فهریه اوجن که او هم یکی از بازیگرای فیلم ها هستند با های عروسی نمود و از که در سال 2017 عروسیش و نامزادیشان صورت گرفت و از وی یک طفل دارد. عثمان یکی از محبوب ترین چهره است که در سریال هایش توانسته در کشورهای آسیایی، امریکایی، اروپایی و حتی در افریقا هم جایگاه خود را پیدا کند. عثمان یکی از کسانی هستند که در حال حاضر دارایی بسیار خوب و همچنان دارای قابلیت بسیار بالای برخوردار است که در حال حاضر دارایی وی تقریبا در حدود 10 میلیون دلار ذکر گردیده است. عثمان از جمله کسانی هستند که تقریبا در 5 روز قبل مصاحبه را که با یکی از تلویزیون های محلی داشت، وی بعضی چیزها را در مورد افغانستان هم گفت. یکی از اوی بود که وی گفت من میخواستم که وارد افغانستان شوم، البته در دوره رئیس جمهور اشرف غنی، و از افغانستان دیدن نماید. و همچنان یکی از سریال هایی که میخواست که در اون نقش داشته باشه یک قسمتش در افغانستان ثبت نماید در یکی از قسمت های امن کشور، چون یکی از سریال هایی که در دست دارد که سریال های تاریخی است و میخواهد که یک قسمتش که مربوط آسیا میشد تاریخش او سریال در افغانستان ثبت نماید. وی گفته وقتی که افغانستان وقتی که گفتیدم وقتی که طفلا و همچنان جوانایی که به وقتی که در میدان هوایی جمع شده بودن و در قسمتی از
تیاره خود را چسبانده بودن و محکم گرفته بودن. وقتی که از تیاره خطا میخوره، بسیار واقعیت گفت اشک ریختم با وضعیت و همچنان با حالت افغانستان که چطور کشوری که مردم با غیرت و همچنان مردم با همت دارند چطور با این حالات همیشه روبرو هستند و با این فقر و همچنان با مشکلات اقتصادی روبرو است. البته یکی از تصویرهایی که از خانمش در دسترس ما قرار گرفته به شما در میان میگذارم. این هم عکس فهریه اوجن است که عثمان با ازدواج نموده و محصول ازدواجشان یک فرزند میباشد. تشکر دوستای عزیز. امید چینل ما را سابسکرایب نمایید، لایک نمایید و همچنان نظریات خود را ارائه نمایید.